تصنیف کعبه دلها. مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از صبر خدای تو، زان همه بلای تو تا رسد رو به دردم. در آن آشفتگی با دلی شکسته تر گریه ها کنم که در اشک خود غرقه گردم. آنجا اگر اشکی دود بر دیده غم دیده ای، سیلی به پا نماید. آنجا اگر آهی کشد دل داده افتاده ای، دود از فلک برآید. در آمد نوشی من از خدا خواهم تو را عاشق کند، عاشق رسوا. چو در عاشقی دیدی برا روی
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از تو بر خدای تو، زان همه بلای تو تا رسد او به دردم. در آن آشفتگی با دلی شکسته تر گریه ها کنم که در اشک خود غرقه گردم. حالا این قطعه آخری که اجرا شد یا رنگ در مایه دشتی از ساخته‌های زندیات رضا محجوبی، رنگ دشتی بود چون قطعه در دشتی اجرا شد، انتهاش هم رنگ رو اجرا کرد. امروز روز پنجشنبه 28 اسفند 1393 در خدمت دوست عزیز جناب آقای محمود نیکو هستیم. جناب آقای نیکو لطفاً بفرمایید از چه سنی به آموختن موزیک پرداختید و از حضور چه اساتیدی بهره بردید؟ بسیار سپاسگزارم از دعوتی که فرمودین. من محمود نیکو هستم، متولد 10 خرداد 1341 یا به عبارتی آخر می 1962 در شهرستان بروجرد به دنیا آمدم و از دوران کودکی عشق و علاقه به موسیقی در نهاد من بود و به خصوص که به صدای خوشی که در سنین 5-6 سالگی به وجودش پی بردم، این باعث شد که من ترانه ها و تصنیف های روز رو از طریق رادیو و تلویزیون و صفحه هایی که در اون دوره پخش می شد با علاقه و اشتیاق فراوان گوش بدم و تمرین بکنم و این قضیه همینطور ادامه پیدا کرد و یادم میاد که اولین کار اجرایی و به صورت کنسرت، حالا شاید اسمش رو بتونیم بذاریم، تو سن 10 سالگی بود که در یک جشنی در دوران دبستان کلاس 4 ابتدایی بودم، چند تا ترانه های روز رو به همراه یک ارکستر کوچیک اجرا کردم و تا سال 67 که در واقع دیگه به صورت آکادمیک و رسمی فراگیری آواز و همزمان ستار رو در کلاس‌های آزاد یا شبانه هنرستان موسیقی که به نام تالار محراب معروف بود من شروع کردم. آواز رو از استاد شاپور رحیمی شاید که ایشون از شاگردان بسیار خوب و باهوش
استاد محمود کریمی بودن که در واقع ردیف آوازی ایشون رو تدریس می‌کردن. من به مدت حدوداً 4 الی 5 سال نزد ایشون یک دوره ردیف آوازی مرحوم کریمی رو کار کردم و همزمان در کنار آواز ساز ستار رو شروع کردم به یادگیری و ابتدا از آقای محمد رضا رحیمی در هنرستان و بعد از چند ماه خدمت زنده یاد استاد رضا وحدانی به خدمت ایشون رسیدم و لازم به یادآوریه که استاد رضا وحدانی از نوازندگان بسیار خوب تار و ستار و از مدرسین خیلی خوب این دوتا ساز هستند که در مکتب استاد علی اکبرخان شهنازی ایشون سالها کار کردن و از اساتید دیگه مثل کلونل وزیری و استاد مهرتاش هم ایشون درس‌هایی گرفتن و این افتخار رو داشتم که حدود 5 سال در مکتب ایشون من ساز ستار و تکنیک‌های نواختن این ساز رو و همچنین ردیف‌هایی که ایشون از طریق استاد علی اکبرخان شهنازی که به نام ردیف آقا حسین قلیم معروف هست من فرا گرفتم و در کنار این دو بزرگوار باز این افتخار بود که من چند جلسه خدمت استاد احمد عبادی که بیشک میتونیم بگیم که از بزرگان موسیقی ما در دوره معاصر هستند و شخصا من به سبک و شیوه نوازندگیشون در ساز ستار خیلی علاقه‌مند هستم. اواخر عمرشون بود، سال 71 من چند جلسه خدمتشون رسیدم و بسیار از راهنمایی‌های ایشون در زمینه نواختن ساز و تکنیک‌های ستار من درس‌هایی گرفتم که خب متاسفانه ایشون در 17 اسفند 71 از بین ما رفتن و بعدها من باز این افتخار رو داشتم که خدمت استاد علی تجویدی برسم و از اونجایی که من بسیار به کارهای اساتید گذشته ما آهنگسازهای خیلی خوبی مثل استاد علی تجویدی، استاد حیب‌الله بدی یا حقی محجوبی و خیلی های دیگه، استاد همایون خرم علاقه‌مند بودم، از استاد علی تجویدی هم درس‌های زیادی در زمینه شیوه تصنیف خوانی و ترانه خوانی و به خصوص کارهای خوبی که ایشون خودشون ساخته بودن من ازشون فرا گرفتم و الان هم چیزی حدود نزدیک 20 سال هستش که در زمینه آموزش و تدریس آواز و ستار فعالیت دارم و در کنارش هم کارهای اجرایی و صحنه‌ای هم زیاد داشتم در گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان ها با گروه‌های مختلفی که حالا بعداً اگر فرصت شد توضیحات بیشتری تو این زمینه خواهم داد. جناب آقای نیکو، ممکنه مختصری از تاریخچه ساز ستار برای ما توضیح بدید؟ بله، ستار اصالتاً یک ساز کاملاً ایرانی هستش که قدمت خیلی طولانی داره. البته ما وقتی که به تاریخ و تاریخچه موسیقی در مملکت خودمون مراجعه میکنیم متاسفانه منابع زیادی در اختیار ما نیست که به اونها بتونیم رجوع بکنیم. در دوره‌های مختلف ما موسیقیدان‌های بزرگی داشتیم مثل فارابی، صفی‌الدین ارموی، ابراهیم خان موصلی و اسحاق موصلی، عبدالقادر مراغی. اینا در قرن‌های متمادی آثاری را از خودشون به جا گذاشتند که ما از اونها میتونیم استفاده بکنیم و در اشعار شاعرای قرون 4 و 5 بیشتر اشاره‌ای به اسامی سازهای ما و همینطور آوازهایی که اجرا می شده و در واقع ما از مجموعه این اطلاعات به این نتیجه می رسیم که ساز ستار همچون تار جز سازهای ملی و سنتی ایرانی هستش که البته خب سازهای دیگه هم خانواده این ساز هست مثل دوتار، تنبور،
چغور که هموطنان آذری بیشتر استفاده میکنن، اسمای دیگه هم روش میذارن، قپوز یا توپوز یا خودشون ساز بهش میگن. این هم سازهایی هستن که در واقع هم خانواده با ستار، منتها سازهایی که عرض کردم نحوه پرده بندی هاشون طوریه که محدود هست و برای اجرای مقام های محلی مثلا دوتار خب در یک نواحی خاص مثل خراسان استفاده میشه، تنبور در جاهای دیگه، ولی پرده بندی ستار کاملا شبیه تار هستش و مناسب برای اجرای موسیقی ایرانی و ردیف هفت اسباب موسیقی ما هست. چرا ساز ستار رو از میان سازهای ایرانی انتخاب کردید؟ بله، عرض کنم که من خب ساز ستار رو بیشتر میتونم بگم نوای دلانگیز ساز استاد عبادی من رو به این ساز علاقه‌مند کرد و از دوران کودکی و همچنان همین الان هم زخمه‌های استاد عبادی رو وقتی که میشنوم بسیار روی من تاثیر میذاره و صدای زیبایی که ایشون از ساز ستار در میارن که هنوز کسی نتونسته همچین صدایی رو تولید کنه. و در ضمن چون بنده خب آواز هم کار میکردم و میکنم، فکر میکنم بهترین سازی که میتونه همراهی بکنه آواز رو یک خواننده رو ساز ستار هست. هم از نظر دلنشین بودن و پایین بودن صدا، از نظر ولوم اون و سبک بودن، قابل حمل بودنش و مجموعاً بسیار میتونه ساز خوبی برای همراهی با آواز باشه. آیا ساز دیگری هم غیر از ساز ستار می‌نوازید؟ البته خب در کنار ستار به دلیل هم خانواده بودن با تار، من تمرین روی تار هم داشتم، حدودی تنبک هم نواختم، ولی بیشتر تلاشم روی ساز ستار است. غیر از تدریس آواز و ستار، آیا شما تو برنامه‌های دیگری هم مثل کنسرت و رادیو و تلویزیون شرکت میکنید؟ بله، عرض کنم که از حدوداً سال 74-75 به بعد با چند گروه موسیقی من فعالیت میکردم. من جمله یک گروهی بود که زیر نظر شادروان استاد فرامرز پایور تشکیل شد به نام گروه همت که یکی از شاگردای ایشون تشکیل داده بود. من به عنوان خواننده با این گروه همکاری میکردم و کنسرت های زیادی توی تهران و شهرستان ها مثل اصفهان، شیراز، نیشابور، جزیره قشم و جاهای دیگه اجرا میکردم. گروه دیگه هم گروه مهرگان بود، سرپرستی استاد میرزاخانی که در کرج شون فعالیت میکنن، با ایشون هم همکاری داشتم. و همینطور سال 79 80 81 با رادیو تلویزیون هم همکاریایی داشتم، چندین برنامه ضبط کردم در برنامه‌های مختلفی که از من دعوت شده و بیشتر هم به صورت زنده و کاملا مستقیم هم بوده برنامه ضبط شده، چون این نبود به عنوان نوازنده ستار و خواننده. آخرین کار اجرایی من 2 سال پیش بود در تالار رودکی یا تالار وحدت بهتره بگیم اسم امروزش، که آثار استاد جواد لشکری رو با ارکستر و گروه آهنگ که سرپرست گروه هم آقای پویا جوانمیری هست که ایشون نوازنده ویولون و رهبر گروه بودند و همراه یک گروه 20 و چند نفره و همکاری 2 تا از دوستان خواننده یه برنامه خیلی خوب رو در تالار وحدت اجرا کردیم 2 سال پیش. جناب آقای نیکو، آیا در موسیقی ملی ما تحولاتی رخ داده در دوره بعد از انقلاب؟ لطفاً توضیح بدید. موسیقی ایرانی، حالا این نظر شخصی من و خیلی از کارشناسای موسیقی و بزرگانی که من در خدمتشون بودم این نظریه رو تایید کردن که ما دوره اوج موسیقی ما برمیگرده به دهه 30، 40 و 50 که آثار بسیار شاخص و ماندگاری در این دوره
در موسیقی ما ثبت شده و ضبط شده و اجرا شده به دلیل وجود بزرگانی که در تاریخ موسیقی ما اسامیشون رو بخوایم بگیم خب زیاد هست و ممکن از قلم بیفته کسی. در این دوره به خصوص با برنامه‌های خیلی خوبی که در اون زمان ضبط می‌شد، مثل گل‌های رنگارنگ و در کنارش برنامه‌های شاخه گل، گل‌های جاویدان، بعد گل‌های تازه که به همت مرحوم داوود پیرنیا در واقع این برنامه پایه‌گذاری شد. در اون دوره ما همونطور که عرض کردم آثار بسیار فاخر و شاخصی رو ما می‌بینیم که خلق شده و وسیله گروه‌ها و نوازنده‌ها و خواننده‌های اون دوره اجرا و پخش شده. در دوران اخیر، یعنی میتونیم بگیم 30 سال اخیر، 30 و چند سال اخیر، متاسفانه از نظر کیفی و محتوا میتونیم بگیم که موسیقی ما از اون دوره اوج یه مقدار فاصله گرفته و شاید شرایط زمان و حال و هوای نوازنده و حالا مسائل اجتماعی، سیاسی و چیزهای دیگه در این دخیل باشه. البته از جهتی ما میتونیم بگیم که موسیقی ما پیشرفتن داشته، اون از جهت گرایش مردم و جوانها به خصوص به موسیقی. حالا البته جوانها بیشتر خب گرایششون به موسیقی روز، موسیقی پاپ یا جاز هست، اما باز هم در کنار اینها ما درصد زیادی از جوانها رو داریم که موسیقی سنتی و اصیل ما علاقه‌مندن و ما توی آموزشگاهی که الان داریم کار میکنیم و تدریس میکنیم میبینیم که این اشتیاق همچنان وجود داره در بین جوانها. نوازنده های خیلی خوبی ما در این دوره دیدیم و پرورش پیدا کردن تو این سالها، خواننده های خیلی خوب. ولی اون چیزی که من عرض کردم که فاصله گرفتیم از اون دوره اوج، از نظر کیفیت اجراها و آثاریه که ساخته میشه به وسیله آهنگسازها و خلق میشه با اون کارهایی که در اون دوره دهه 30 و 40 خلق میشد، خب از نظر کیفی و محتوا میتونیم بگیم فاصله زیادی هست. نظر شما در مورد سازهای غیر ایرانی مثل پیانو و ویولون چیه؟ خب این موسیقی به هر حال یک هنر جامع و بین المللی هستش و تأثیر سازهای فرنگی در موسیقی ما انکارناپذیره. یعنی ما به خصوص سازی مثل ویولون که یک ساز کاملا غربی هست در موسیقی ما جایگاهی پیدا کرده که شاید میتونم بگم در بین سازهای دیگه در رتبه اول قرار میگیره. از این جهت که من فکر میکنم که ساز ویولون تنها سازیه که ظرافت‌های موسیقی ایرانی رو میتونه به نحو احسن نشون بده و این رو ما در آثار بزرگانی که با این ساز آشنا بودن و استاد بودن در نواختن این ساز و آهنگسازی‌هایی که می‌کردن، مثل استاد پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، همایون خرم، استاد علی تجویدی، عباس شاپوری، استاد جواد لشکری و خیلی های دیگه که اینا همین ویولونیست‌های ما هستن که بهترین آهنگسازهای ما هم ویولونیست‌ها بودن. و در کنارش ساز پیانو هم همینطور. ما در ارکسترهای گذشته ما در رادیو پیانو نقش خیلی مهم و اساسی داشت. البته خب پیانو همونطور که فهمیدیم ساز غربی هستش، ولی آثار ایرانی هم با این ساز بسیار نواخته شده و حتی یک سبک ما در پیانو نوازی داریم که کوک را تغییر میدن، یعنی بعضی کلاویه های پیانو تبدیل میشه به رو پرده های ما، یعنی کرون و سوری، و کاملا یک ملودی ایرانی رو میشه با پیانو نواخت که مبتکر این کار
در دوره گذشته استاد مشیر همایون شهردار و بعد استاد مرتضی محجوبی که بیشک میتونیم بگیم که از بزرگان و نوازنده های قدر در دوره گذشته است در پیانو و آهنگساز خیلی خوب، و بعد کسایی دیگه مثل استاد جواد معروفی، استاد انوشیروان روحانی و دیگران خب این ساز رو کاملا در موسیقی ما جا انداختن و الان هم در کارهای اجرایی و در کنسرت ها و آثاری که ضبط میشه سازهای غربی داره استفاده میشه. سازهای بادی که ما استفاده میکنیم عمدتاً غربی هست، مثل کلارینت که قرنه ما بهش میگیم، کاملا ایرانی نواخته میشه. سازهای دیگه هم همینطور، ساکسیفون، ترومپت، ترومبون و انواع سازهای بادی، حتی از ساز گیتار هم الان در موسیقی ایرانی داره استفاده میشه و کارهای نو و گهگاه کارهای زیبایی هم میبینیم از تلفیق سازهای ایرانی و سازهای غربی. بله که به نظر من کار زیبایی میتونه باشه و اگر ما تعصبات رو کنار بذاریم، همونطور که عرض کردم کارهای زیبایی هم توی این زمینه ساخته شده و اجرا میشه از ترکیب سازهای فرنگی و سازهای ایرانی. جناب آقای نیکو، علت این نامهربانی به سازهای خارجی نظیر پیانو و ویولون چه بود؟ آیا فکر میکنین این مردمی بود؟ ابدا نمیشه گفت مردم هیچ وقت با هنر و با موسیقی بیگانه نبودند و هیچ وقت هم این اتفاق نخواهد افتاد. هنر چیزی که در نهاد بشر هست و به طور خودجوش و آگاهانه همه افراد بشر گرایش به موسیقی دارند و متاسفانه خب شرایط زمان و شرایط سیاسی حاکم بر اون دوره اوایل بعد از پیروزی انقلاب خب خیلی بی‌مهری ها و نامهربانی ها شد نسبت به موسیقی، یعنی تا جایی که حتی این ترس بود که شاید موسیقی رو کلا ما در این مملکت دیگه نداشته باشیم و از بین بره. اما مردم نذاشتن و نخواستن و با این هنر موسیقی انقدر قوت و قدرت داشت که تونست جای خودش رو همچنان نگه داره و ادامه بده و کسی نمیتونه با هنر مبارزه بکنه و موسیقی رو از بین ببره. البته همونطور که میدونیم خب برخوردهای متاسفانه قشری و متعصبانه‌ای در زمان میبینیم با موسیقی میشه، کما اینکه روی حساسیت‌هایی که روی صدای خانم‌ها هست که توی مملکت ما اجازه خوندن ندارن و هنوز هم ما در صفحه تلویزیون چهره ساز رو نمیتونیم ببینیم. صدا شنیده میشه ولی شکل و شمایل ساز گویا از دید آقایون حرام هست و ما نمیتونیم شکلش و قیافش رو ببینیم. بله متاسفانه محدودیت هایی که ما داریم در شرایط فعلی خب به هنر ضربه های زیادی خورده شده و همینطور به موسیقی، اما مردم به هیچ وجه زیر این بار زور نخواهند رفت و موسیقی به راه خودش ادامه میده و موسیقی رو اصیل ما که خیلی تلاش شد که از بین بره سعی میکنیم که ماها و به هنرجوها و شاگردامون هم این رو انتقال میدیم که زنده نگه دارن و همچنان موسیقی پابرجا خواهد بود.
با آن که همچون اشک غم بر خاک ره افتاده ام من. با آن که هر شب ناله چون مرغ شب سر داده ام من. در سر ندارم هوسی، چشمی ندارم به کسی، آزاده ام من. وان که از بی حاصلی سر در گریبانم چو گل، شادم که از روشن دلی پاکیزه دامانم چو گل. خندان لب و خونین جگر مانند جام باده ام، آزاده ام من. یارب چو من افتاده نیکو، افتاده آزاده نیکو، تا رفته از جانم بارون خدای هستی. آسودم آسوده از غبار هستی، گلبانگ مستی آفرین همچون رهی سر داده ام من. مرغ شبانگم ولی در دام غم افتاده ام من. خندان لب و خونین جگر مانند جام باده ام، آزاده ام من. جناب آقای نیکو، نظر شما راجع به سازهایی مثل بربط و قانون چیه؟ بله آیا این سازها ایرانی هستند؟ لطفاً توضیح بدید. بله اگه ما عرض کردم تعصبی نداشته باشیم روی این قضیه، تا مطالعاتی که در تاریخ گذشته شده به این نتیجه رسیدیم که بله این دو تا سازهای ایرانی هستند
منتها خب در دوران‌های مختلف زیاد از این سازها استفاده نشده به واسطه حالا نوازنده‌های ما و خب فرهنگ‌های دیگه و کشورهای اطراف ما مثل کشورهای عربی یا ترکیه و کشورهای همجوار خب از این سازهای ما تونستن استفاده بکنن و در ارکستراشون و در موسیقیشون خب انقدر از این دوتا ساز استفاده شده که این شبهه به وجود اومده که این سازها عربی هستش یا ترکی هست، ولی در واقع عرض کردم به تاریخ موسیقی که مراجعه میکنیم در گذشته های دور هم ساز قانون و هم عود یا اسم ایرانی اون بربط کاملا ساز ایرانی هستش. البته این نکته هم نباید فراموش کنیم که میدونید که خب ایران ما در گذشته یعنی 150 سال به اون طرف قبلتر خب یک دایره وسیع‌تری رو از نظر حدود جغرافیایی ما داشتیم که شامل این کشورهای عربی که اطرافمون هست، ترکیه امروز و در شرق هم افغانستان، پاکستان و در شمال تاجیکستان و ترکمنستان، اینها میدونید جزء ایران بزرگ بودن و توی این محدوده وسیع خب این سازها و موسیقی ما که نشر و اشاعه داشته و بعد خب به دلایل مختلف سیاسی حدود جغرافیایی ما کوچکتر و محدودتر شده، خب این سازها در اون کشورها بیشتر استفاده شده، کشورهای عربی و ترکی که خوب هم ازش استفاده میکنن. انصافاً هم نوازنده‌های خیلی خوبی در ساز عود و قانون ما داریم میبینیم در کشورهای عربی و ترکیه. بعضی از اساتید موسیقی ایرانی معتقدند که موسیقی ملی ما باید به طریق سینه به سینه تدریس بشه، نه از طریق نوت. نظر شما چیه؟ بله، از جهاتی صحیح است. میدونید موسیقی ما بسیار لطیف و دارای ظرافیه که خیلی با حس و درون انسان ارتباط داره و این زینت‌ها و ظرایف و ریزکاری‌های موسیقی رو طبیعتاً نمیشه براش علائم و نشانه‌هایی رو گذاشت. البته این به معنی رد کردن و تخطئه کردن نوت نیست. نه، نوت باید باشه برای حفظ آثار و منتها نوت در واقع یک فرمول خشک و ابتدایی رو از قطعات ما و موسیقی ما ارائه میده. یعنی فرض میکنیم یک اثری که یک آهنگساز میسازه، خب اون صداهای مختلفی که ما اسم نوت روش گذاشتیم با یه سری علائم نگاشته میشه، اما اون حالتها و ریزکاری‌ها و ظرایفی که عرض کردم اینها همونطور که فرمودین از طریق گوش و به صورت همون سینه به سینه که معروف هست یاد گرفته میشه و یاد داده میشه و این نوت فقط برای اینکه اون آثار فراموش نشه و حفظ بشه که بهش مراجعه کرد. ولی در اجرا شما مثلا یک نوت یک آهنگ را اگر جلوتون بذارید، یک نوازنده شروع کنه به نواختن، هر نوازنده ممکن از نظر نوع اجرا یک شکل اون رو ارائه بده. یعنی یه نوازنده با نوازنده دیگه تفاوت داره، یک خواننده همینطور. چرا؟ چون حس درونیشون با هم متفاوته. برای همین نوت خب خیلی خوبه و باید هم باشه برای آموزش و انتقال مطالب، اما تمام اون ظرایف موسیقی ما در نوت نمی گنجه و قطعا باید از طریق حسی و از طریق گوش و سینه به سینه. کما که ما الان آواز رو همچنان به مثل شیوه قدیم داریم کار میکنیم و از طریق گوشی ما با نوت کار نمی کنیم. گوشه های آوازی و اصطلاحاً همون ردیف خوانی کاملا سینه به سینه هستش. جناب آقای نیکو، یه قطعه موسیقی مشخص که توسط اساتید مختلف موسیقی نواخته میشه اغلب متفاوته و شنونده اغلب قادر به تشخیص نوازنده آن ساز میشه.
ممکنه در این مورد توضیح بفرمایید؟ ظرافت موسیقی ماست. یعنی این به هر حال هنر از درون انسان نشأت میگیره و اون خلاقیت هنرمنده که میتونه باعث اشاعه اون اثر هنری بشه. ولی خب به دلیل اینکه روحیات و خلقیات افراد با هم متفاوته، همونطور که فرمودین جلیل شهناز یه جور مضراب به تار میزنه و آقای علیزاده به شکل دیگه. یعنی اگر ما فرض میکنیم یک قطعه واحدی رو ما فرض بکنیم که وسیله چند نوازنده نواخته بشه، شما چند نوع کار متفاوت رو خواهید شنید و این برگرفته از همون حس درونی هستش که ما میبینیم که ساز شهناز یه جور صدا میده و ساز فرهنگ شریف یه شکل، یا ستار استاد عبادی یک صدای خاص خودش داره که به محض اینکه بشنویم تشخیص میدیم که این صدا صدای ساز کی است. یا تو در سازه ویولون هم همینطور، سبک استاد یا حقی با استاد حبیب الله بدیعی یا با همایون خرمی یا استاد تجویدی کاملا متفاوت هست. ممکنه همشون یک قطعه رو بنوازن از نظر نوتی، ولی حال و هوا کاملا متفاوت. سبک به خصوصی رو دنبال میکنید یا این سبک خود شما هست؟ بله، من سعی کردم که بیشتر به دلیل اون علاقه و اشتیاقی که عرض کردم به ساز استاد عبادی دارم، سعی کردم سبک نواختنم رو نزدیک بکنم. خب البته کار بسیار دشواریه، چون عبادی فقط عبادی است و کسی دیگه ای نمیتونه جای ایشون رو بگیره. البته ما الان نوازنده‌های خیلی خوبی در ستار داریم توی این چند سال اخیر. خب استاد جلال زلفنون بود که خدا رحمتشون کنه، استاد علیزاده در کنار تاری که میزنن ستار رو خیلی خوب مینوازند و یکی از شاگردای ایشون به نام مسعود شعاری نوازنده خیلی خوبی هست در ستار، آقای بهداد بابایی همینطور و دیگران هم هستن که ستار رو خیلی خوب مینوازند. ولی من شخصا هم سبک استاد عبادی رو بسیار علاقه‌مندم که سعی میکنم رو سازم پیاده کنم. جناب آقای نیکو، در بعضی موارد میبینیم که خوانندگان از اساتید بزرگ و شناخته شده تقلید میکنن، در صورتی که خودشون صدای خوبی دارن و میتونن سبک خودشون رو داشته باشن. نظر شما چیه؟ بله این هم هست، من قبول دارم. من خب در آواز که به هر حال یه تفاوتی که با ساز داره اینه که چون دیگه ما در قید و بند نوت ها و پرده بندی نیستیم و از حنجره ادا میشه، شاید یه آزادی عمل بیشتری رو داریم در آواز که بتونیم اون حس درونی خودمون رو از طریق آواز خوب ارائه بدیم. من سعی کردم توی اجراهام این رو بهش توجه بکنم و کاملا خودم باشم تا اینکه بخوام تقلید بکنم. خب ما از سبک و شیوه اساتید بزرگ میتونیم استفاده بکنیم، این اشکالی نداره، ولی به شرطی که به قول شما جنبه تقلید صرف نباشه که ما سعی کنیم کاملا تون صدا و حتی حرکات لب و نوع خوندنمون رو کاملا تقلید بکنیم از دیگران. و من فکر میکنم که به قول فرمایش شما این خواننده ها میتونن خودشون باشند و صدای خودشون رو ارائه بدن، ولی این تقلید ناخودآگاه حالا شاید پیش اومده و همچنان هم هست در موسیقی آوازی ما. آیا موسیقی ملی ایران جایگاه بین المللی داره؟ بله قطعاً. خب موسیقی‌های زیادی ما تو فرهنگ‌های متفاوت در سراسر دنیا داریم که الان به هر حال جهان یک در واقع میشه گفت کشور واحد شده که همه دنیا با تکنولوژی روز الان ارتباط خیلی نزدیک با هم دارن، ولی این محدودیت هایی که متاسفانه در مملکت ما هست
متاسفانه در اجرای برنامه‌های صحنه‌ای و کنسرت‌ها در داخل کشور حتی متاسفانه این محدودیت‌ها آزاردهنده است و بسیاری از کنسرت‌ها لغو میشه و بعد از مثلا سالها یا ماها زحمت که برای اجرای یک اثر میشه یه گروه خاص میان و یه کنسرت رو به هم میزنن و اصلا توجهی نمیکنن به علایق مردم و هنر اصیل ما. بله اگر این آزادی وجود داشته باشه که بتونیم آثار خوبمون رو که خلق میکنیم به راحتی هم اجرا بکنیم، حالا چه در داخل کشور چه در خارج کشور، و این کار ارائه بشه در دنیا، خب طبیعتا موسیقی ما میتونه علاقمندهای خودش رو در سراسر دنیا جذب بکنه و جهانی بشه. امیدواریم که این اتفاق بیفته، یعنی موسیقی ما این گنجایش و ظرفیت رو داره، به شرطی که خب شرایط فراهم بشه. نظر شما راجع به بازخوانی ترانه‌ها و تصنیف‌های گذشته چیه؟ بله اگر ما بتونیم یک اجرای متفاوت داشته باشیم از اون اثر و چون به هر حال هر خواننده یا هر نوازنده اثری رو که ارائه میده، حالا چون اون اثر کار خودش باشه یا کار دیگری، در واقع معرف شخصیت درونی خود اون شخص و اون روحیات و خلقیات اون شخصه. بنابراین میشه آهنگی رو که مثلا در گذشته واسطه یک خواننده اجرا شده شما با شکل دیگه‌ای، حالا با زیبایی‌های دیگه‌ای و با اضافه کردن یک حالت‌ها و اون احساسات درونی که ابراز می‌کنیم از طریق این اجرای نوت‌ها به اجرای مجدد اون کار یا زیبایی بخشید. یعنی این امکان هست به شرط اینکه واقعا این اتفاق بیفته. یعنی ما سعی بکنیم که اگر مثلا کاری رو از خواننده مثل الهه پوران یا دلکش، خواننده‌های خیلی خوبی که در گذشته خواندیم و شنیدیم در دوره قبل، خیلی فاصله نداشته باشه با اون کار که خب شنونده بگه که خب اون اصل اثر هست، ما گوش میدیم دیگه، چه دلیلی داره بخوایم این کار جدید رو بشنویم. کما اینکه خیلی از کارهای بازخوانی‌هایی هم که شده ما میشنویم میبینیم که با اصل اثر تفاوت‌های زیادی داره و ولی باز در کنار اونها هم هست کارهایی که از نظر آرنجمان و تنظیم و ارکستراسیون و اجرا توسط خود خواننده زیبایی‌هایی داره که کمک کرده به اینکه اون اثر دوباره شنیده بشه و به یه شکل دیگه، حالا با یک تنظیم دیگه و با یک اجرای جدید به گوش شنونده‌های علاقه‌مند برسه. و شما اصلا تو این کار 30 سال اخیر اگر دقت بکنید بهترین آثاری که در زمینه موسیقی به صورت حالا نوار یا CD ارائه شده همون بازخوانی‌ها هستند و کارهای گذشته که تکرار شده و همچنان پرفروش‌ترین آثار هم همین‌ها هستند. البته ما از قدم منکر خلاقیت نباید باشیم، باید آهنگسازهای دیگه‌ای هم پرورش پیدا بکنن یا حقی‌های دیگه‌ای بیان، بدیعی‌های دیگه، تجویدی‌های دیگه و خواننده‌های دیگه‌ای امثال استاد بنان، قوامی، خانساری و دیگران که در گذشته بودن که بتونن آثار خیلی خوبی خلق بکنن. ولی تا زمانی که هنوز ما به اون شرایط نرسیدیم که آثاری به زیبایی اون کارهای گذشته خلق کنیم، خب این کار بازخوانی ادامه میدیم. امیدوارم که حالا من تو این زمینه سعی خودم رو میکنم که کار رو بهش لطمه وارد نکنم، بباره که بزرگای قدیم ساختم. آیا شما CD یا DVD از کارهای خودتون تهیه کردید؟ اگه تهیه کردین لطفاً نام ببرید. بله، البته به صورت آلبوم رسمی که مجوز گرفته باشم در بازار امروز نه، در رادیو تلویزیون چیزایی ضبط شده، اجرای کنسرتایی که در تالارها مثل تالار وحدت و فرهنگسرا و اینا داشتم، اینا روی CD ضبط شده، ولی
در دسترس عموم نیست. حالا امیدوارم در آینده نزدیک کار رو آماده بکنم و ارائه بدم. آیا کتابی در مورد موسیقی نوشتید؟ خیر من در این سالها بیشتر فعالیتم در واقع پرورش هنرجو و آموزش و تدریس بوده و خب کارهای اجرایی و صحنه‌ای همونطور که عرض کردم داشتیم. البته الان یک کارهایی هم داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که یک کنسرت جدیدی هم در سال آینده اجرا خواهد شد که بعد همون کار رو به صورت آلبوم هم آمادهش می‌کنیم. اگه خاطره‌ای در مورد موسیقی دارید و یا یک مطلبی رو دوست دارین راجع بهش صحبت کنین لطفاً بفرمایید. من فقط نکته‌ای رو که در مورد کار خودم عرض بکنم اینه که خب من تو این سالهایی که در زمینه موسیقی فعالیت داشتم کارهایی رو که اجرا کردم در برنامه‌های حالا صحنه‌ای یا کنسرت‌ها یا جاهای مختلف بیشتر در واقع بازخوانی آثار بزرگان موسیقی دوره گذشته ما هست و خوانندگان خوبی که در اون دوره داشتیم که من بسیار با این نوع موسیقی عجین هستم و چون خودم در زمینه آهنگسازی البته خب فعالیت‌هایی دارم ولی وقتی که اثری رو خودم می‌نویسم و مقایسه می‌کنم با مثلا آثاری که در دوره گذشته وسیله آثار تجویدی آقای خرم و استادای دیگه خلق شده می‌بینم که خیلی فاصله داره. بنابراین پارش می‌کنم و می‌ریزم دور. شاید روزی اگر توان این رو داشته باشم که حالا آثارم مقدار نزدیک بشه به آثار این بزرگان خب تو این زمینه هم فعالیت بکنم ولی تا اون زمان به کار بازخوانی این آثار گذشتگان همچنان ادامه خواهم داد. سپاس فراوان. خیلی ممنون. متشکرم. منم سپاسگزارم از اینکه در این مصاحبه شرکت کردم و من رو دعوت کردید. خب دو تا قطعه اجرا میکنم تو مایه لایت پاپ میتونه دیگه از کارهای قدیم زمستون و طبیعی. آهنگ زمستون از سیاوش قمیشی هست. زمستون تن اوریون باغچه چون بیابون درخت‌ها با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تا که عاشق نبودی چه سخت مرگ گل برای گلدون گلدون چه شبها نشستم بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه باید تنها بمونی قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون زمستون برای تو قشنگه پشتش میشه بهاره زمستونا برای تو همیشه تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون گلای کاغذی داری تو
تلخ روزای جدایی. چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون. آهنگ بعدی به نام طبیب. تا آخرین طبیبی که لحظه های آخر به داد من رسیدی، تا نوری از خدایی که پیغام خدا را به گوش من رساندی، به روح من دمیدی. زیباترین بهاری، پایان انتظاری برای مردی تنها، تا یک حریم امنی، تا آخرین پایی برای خستگی ها، برای خستگی ها. من کل بار عشق تا پای جان کشیدم، در زیر سایه های خوشباوری خزیدم، اما یه قلب ساده ندیدم که ندیدم، ندیدم که ندیدم. من از تکرار حرف دوست دارم خسته‌ام، من به اون کس که باید دل ببندم بسته‌ام، دل ببندم بسته‌ام. تا آخرین طبیبی که لحظه های آخر به داد من رسیدی، تا نوری از خدایی که پیغام خدا را به گوش من رساندی، به روح من دمیدی. زیباترین بهاری، پایان انتظاری برای مردی تنها، تا یک حریم امنی، تا آخرین دوایی برای خستگی ها، برای خستگی ها، برای خستگی ها، برای خستگی ها. این افشین مقدم. این دو تا ترانه آخر که خوندم یا تو مایه پاپ لایت بود، از کار یک هنرمند جوان که خیلی هم زود عمرش رو از دست داد، افشین مقدم خونده بودم. بله، کار اول از ساخته‌های سیاوش و قمیشی بود، کار دوم رو احساسش خاطرم نیست.